سلام علیکم. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. شبتون بخیر. انشالله که هفته فوق‌العاده‌ای رو داشته باشین. امیدوارم که کلا این هفته های آخر سال 1402 براتون خیلی عالی باشه. بچه ها خیلی سعی کنید که انرژیاتون رو خوب نگه دارین که انشالله با انرژی های خیلی خوب وارد 1403 بشین. امید به خدا که انشالله واسه هممون عالی باشه. خب امروز اومدیم با یک فال احساسی، چون میدونم خیلی طرفدار داره. اومدیم با یک فال احساسی. اگه دوست داری راجع به احساسش بدونی، اگه رابطت خراب شده، اگه کراش داری، اگه توی رابطه هستی یا و هر چیز دیگه ای، حتما این ویدیو رو تا آخر نگاه کن. مطمئنم که به دردت میخوره و جواب خیلی از سوالات توی این ویدیو هستش. میتونی چشماتو ببندی، با من نیت کنی 3 بار اسم کسی که دوستش داری رو توی ذهنت بیاری که ببینیم چه اتفاقی انشالله قرار برای شما اتفاق بیفته. بچه ها حتما نیت بکنید و حتما هم 3 بار اسم طرف مقابلتون رو توی ذهنتون بگین که بریم با هم دیگه فال احساسی رو نگاه کنیم. خب بچه ها باید بهتون بگم که الان توی هر شرایط عاطفی که هستین، کات هستین، کراش دارین، توی رابطه هستین، رابطتون سرد شده، هر چیز دیگه ای، باید بهتون بگم که کارت دوست داشتن برای شما افتاده و داره به شما میگه که طرف احساسی شما توی هر موقعیتی الان از شما خوشش میاد و دوستتون داره. اگه کراش هستین خوشش میاد از شما، اگر توی رابطه هستین دوستتون داره، حتی اگه سرد هستین به فکر شما هستش و داره یه کارت خیلی خوب رو نشون میده. در واقع داره میگه عشق و علاقه خیلی خوب از طرف مقابل رو به شما نشون میده. بریم یکی یکی کلا حالا برای شما تفسیر بکنم این فال ها رو. اول واسه کسایی که توی رابطه هستن باید بهتون بگم که این فال داره به شما میگه که انگار بدقولی و بدعهدی یا حتی بیوفایی طرف مقابلت انگار یکم خستت کرده و دوست داری که یه تغییرات خیلی بزرگ توی رابطت اتفاق بیفته. این تغییرات حالا میتونه اینجوری باشه که شما منتظر جدی شدن رابطه یا منتظر یک ازدواج باشی. داره بهت میگه که انگار یک روزنه امید برای شما افتاده و در انتها راه این مسیر برای شما پر نور هستش و راه برای شما کاملا بازه که مسیری که الان منتظرش هستی برات رقم بخوره تا 4 وعده دیگه راهش برات باز میشه و این اتفاق برات رخ میده که طرف مقابلت راجع به جدی شدن مسیر ازدواجی 100% برای شما صحبت بکنه. یعنی در واقع این اتفاقی که شما منتظرش هستید تا یه 4 وعده زمانی دیگه باید برای شما رخ بده. فقط یک مقدار صبوری کنید و داره بهتون میگه که یک کوچولو اگر کجدار مریض با طرف مقابلتون برخورد بکنین این رابطه ثمره عالی به شما حتما میده. خب بریم واسه بچه‌هایی که الان کات هستن. بچه ها ببینید داره بهتون میگه که طرفتون انگار مثلا حرفاش با عملش یکی نبوده و انگار آدم اول رابطه نیست. در واقع الان کات کردیم ولی یک تایمی انگار آدم اول رابطه نبوده و رفتاراش تغییر کرده. مثل این که بخوام خیلی واضح بهتون بگم اول رابطه خیلی طرف خوب بوده، همه چیز اوکی داشته پیش میرفته، یهو یک سری تغییرات منفی شما توی این رابطه و توی روند رابطتون دیدین و انگار به وعده هایی که داده، به حرفایی که زده عمل نکرده و دقیقاً زمانی که شما انگار خیلی حست نسبت به این آدم زیاد شده شروع به عوض شدن رفتار کرده و انگار فکر جدا شدن به سرش زده. ببین این شخص انگار خیلی آدم مرموزیه و آدمیه که ثبات خیلی خاصی توی هیچ مسیری نداره و در واقع داره بهت میگه که توی تصمیم گیری هاش این آدم دچار مشکل هستش و در مورد رابطه با شما این آدم داره فکر میکنه
به شما فکر میکنه، به رابطه با شما فکر میکنه، اما آدمی نیست که مصمم باشه توی هیچ موردی. و الان در حال حاضر آدمیه که فعلا دوست داره تنها باشه. الان تنهایی انتخاب این آدمه، ولی تا یک وعده دیگه خوشحالی روی مسئله احساسی شما باید داشته باشین. و حتی میبینم برای شما وقتی که یک وعده دیگه این آدم برمیگرده، شما یک صحبت عاطفی و یک صحبت عاشقانه رو باید داشته باشین و انگار این آدم از احساسش برای شما صحبت میکنه و رابطتون دوباره ممکنه که یک تایمی خیلی خوب پیش بره. ولی رابطه برای شمایی که الان دچار مشکل هستیم و رابطتون کاملا کات شده، فعلا ازدواجی نمیشه. من فعلا برای شما ازدواجی ندیدم. و بریم تفسیر فال برای کسایی که کراش دارن. بچه‌ای که الان کراش دارین و کسی رو دوست دارین و باش در ارتباط نیستین، باید بهتون بگم که میبینم که انگار خیلی دلتون میخواد که دیداری بینتون اتفاق بیفته و مشتاق هستین که طرف احساسیتون رو ببینید. در واقع انگار میگه که توی 2 مدت آینده توی یک جمعی یا به واسطه یک کسی انگار دیداری باید با اون طرف داشته باشین. داره بهتون میگه که الان این طرف با کسی توی رابطه هستش و سرش خیلی شلوغه، اما دورا دور مراقب شماست، حواسش به شما هستش. تا حدودی میتونم بگم از لحاظ ظاهری این آدم جذب شما شده، از لحاظ ظاهری خوشش میاد از شما، ولی اون دوست داشتنی که خیلی واقعی باشه، اون دوست داشتنی که بخواد در حدی باشه که مثلا حالا به یک رابطه خیلی خوب تبدیل بشه، این مسیر رو من اصلا نمیبینم. برای فعلا برای شما روی یک مانع هستش، یعنی شما مانع دارین و مانعتون هم در واقع این هستش که شریک احساسیتون با کسی توی رابطه هستش، رقیب در نهایت پوچ میشه. ولی این آدم شاید اقدامی خیلی روی مسیر رابطه‌ای فعلا نداشته باشه. بچه‌ها خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که این فالو دوست داشته باشین. ممنون میشم که چنل منو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین، برام کامنت بذارین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.